دوستان خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز من پسر خانده اما یکی بهمون زامبولی داده، اجاره کرده و آخر هفته شگفت انگیز است. پس برو بریم که زامبولی رو انشالله به حق العالمین بگیریم. خب الان با عمه بزنم، نمیدونم مهنازی چیزی دل قبلش، اما این که زیاد به دردم نمیخوره. توانه آخره زیاد به دردم نمیخوره. پس آقا همین ترکیب به نظر ترکیب اوکی خوبه ترکیبش، چون سیوه، چون بتونیم راحت یعنی کپسول خون بدیم به زامبولی و راحت از توانه دوش استفاده کنیم بدون که نگران جون باشیم. واقعا ترکیب خوبیه، ولی چیزی که میارین تو ترکیب یعنی بیجن سر بگیره، چون بیشتره کسایی که برمیداریم خانوم نیست که آقا شما گفتن زینب دلرباه، چون میتونه برینه تو خشممون. بله پس الان فعلا نمیخواد آخر بکشیم که حریف یه دونه افسون و سواری چیزی نکشه بدبخشیم. الان اگه سیور بکشه نه خدا شکر سیو نمیخواد بره. خوب دست اول یعنی به زامبولی جون میدیم. خوبه 47 33 36 47 بهتر. یعنی موقع چه شانس داریم بیجن سرازی رو برده، اصلا این کارش مناسب نیست و یارو داره ذوق داره، خوشحاله میخواد بکنه تو چشم، ولی ما هم اینو تا ته میکنیم تو چوب. خیلی خوشحالم، نمیدونم چرا اینقدر خوب چه زود سمپور شد. یه دونه دیگه هم حالا بهش خب الان حریف میخواد که ما از اولت چنگیز انفرادی استفاده کنیم که بتونه لاغر با دست و پا زدن جون خودش رو حفظ کنه. باید بگیم بیداغ من بید نیستم که به این بادا بدرزم و هیچ کاری نمی کنیم. الان خدا کنه وای 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 چی کار کرد. خیلی خوب شد. الان اژرناکوت رو بزنیم. خیلی اژرناکوت خیلی خطرناکه. الان اگه شاپ رو بیژن رو میزدیم خیلی بازی شانسی میشد. البته در هر حال الان برنده ایم، در هر حال برنده ایم مهم نیست. خوبه و خوبه. بیداخ بکر میزنم تو بدون اینکه 2 تا کلاه ببری بذارم بیرون کلاه تو بگیر. آقا ترکیب شدید خوبی بود، ولی خیلی ترکیبمون خیلی میتونه حرفا رو به چالش بکشه. ببین چیه؟ اینکه اول بزرگترین صدشون زامبولیه. بین زامبولی و چنگیز انفرادی، چون تو قبل فعلا زامبولی چنگیز رو انتخاب میکنن که چیزه تو قبل نیست، ولی وقتی از قبل بیاد بیرون میشه چی؟ میتونه راحت تا 2 نوبت بمونه. وقتی از 2 نوبت
گذشت ما میتونیم تا این 2 نوبت از زامبول نهایت استفاده رو ببریم و بعدش کار میکنیم و بعدش با همین مهناز، چون مهناز خیلی کاراکتر خوبیه، میتونه راحت خودش رو سیو بده، میتونه خیلی خوب از خودش نگهداری کنه و تکی زنده بمونه. خیلی نکته قابل توجهیه. شما هم اگه زامبولی دارید میتونید این ترکیب من بزنید، چون ترکیب بدی نیست، صرفا ترکیب خوبیه، صرفا یکم به ناجوری میزنه، یکم بد میخوره، ولی ترکیب خوبیه. آقا تا حریف کارت خوبیه. خوب اول یه دونه اینو میزنیم، بعدش هم والله نه، حریف خوب میتونه بزنه، حریف خوب میزنه انصافا. جونتو کامل کن، بیا بیرون. خیلی کاراکتر خوبیه، زامبول واقعا کاراکتر خوبیه، همه رو هم گول میزنه. ایش رو بد نکنید. بکنم زامبول قزوینیه، بله بکنم احتمالش هست که قزوینی. خب حریف جون کشیدم، اگه بخوره به زامبولی که خواهی چی با همین زامبول میزنیم. خب این دست هنه 111. نه حریف تا کی میخواد جون بکشه آخه؟ داداش شیرایت اشتباه داری اشتباه میزنی داداش. الان تو همینجوری جون میکشی، منم همینطوری میزنم، خیلی داری اشتباه میکنی. حریف واقعا داره اشتباه میکنه. ما هم ترجیح میدیم اولتمون رو الان استفاده نکنیم. حریف میخواد اولتمون استفاده بشه با چنگیز و بعد میخواد اولتمون به هر استفاده شده. نگاه کن الان ما به جای اینکه مثل خر مثل باشیم بیاییم فقط ساسان تک خور رو بزنیم، میایم کل یاراشو میکشیم که هیچ راهی نداشته باشه رسما ممنوع خروج باشه. مهم نیست داداش، مهم نیست. 226 خوبه میزنیمش داداش. حالا نمیزدی مهم نبوده. واقعا فکر میکنی من کسی رو میذارم که با 2 تا کلاه بره خونه‌شون؟ نه داداش، اشتباه زیادی کردی، واقعا اشتباه زیادی کردی. با کلاه باید بری، با یه دونه کلاه. دقت کردی همه با یه دونه کلاه، 2 دست بیشتر بازی نکردی. همه چیه 2 دست بیشتر بازی نکردی، گل کردی. آقا تا آخر این ویدیو من یه صندوقچه باز میکنم با یه صندوقچه، حالا یه چیزی باز میکنم قراره با 300 تا الان ما داریم کوپن جمع میکنیم که بریم بالا. زینت واقعا کارت بدیه، استفاده نکن، خیلی کار زشتی میکنه، خیلی کار بدی میکنه هر کی استفاده میکنه. حالا سلیقش بده، بد بازی میکنه، بچه ساله، مطمئن بچه ساله هر کی از زینت استفاده میکنه. خودم هم اگه کریم و زینت بگیرم ترکیب مورد علاقه میشه با زینت و کریم، ولی خب باید ساکت باشیم. دوستان
افسون الان حریف داشته باشه راحت یا چنگی و افسون. و دوستان حریف اصلی زامبولی الان افسون نیست، چون که نهایتا تو بتونه 90 تا بزنه توی دست و اون بعد میتونه با 3 تا دونه جبران کنه. رقم اصلی زامبولی چنگیه که میتونه کلا دمیجاشو بندازه روش و با 4 انرژی خرج کردن یکی از شارژای زامبولی رو در بیاره. بلی داداش با 64 کدوم احمق به تو باز یاد داده با 64 واو کامرا خوش من آمد. ولی بای ساسان کامرا یه لحظه گفتم یا اول باختیم که امباپه بازی برگشت، بازی میشه 2-2 مساوی. تا دست بعدی که حریف نمیتونه چنگیزمو بزنه. آره چنگیزو میتونه بزنه، برای همین میکشیمش. خدا کنه فقط چنگیزو نزنه. خوبه 226 181 ای علاقه خوبه. ولی اگه چنگیزو نمیزدیم ممکن نبود میباختیم. اینجا کار درستی انجام دادن و خوش من آمد. ابسولوت سینما کار خوبی کردم که با زامبولی چنگیزشو کشتم. بلی ببینم چقدر مونده از این 2030 ببینم چقدر بازار سیاه پسرخوانده و لک های بازار سیاه. آقا الان ببینم بن کاغذی چقدر دارم. چقدر دارم؟ 2 تا دونه دارم کلا. من با 9 تا میتونم یه لباس 9 دستتره ببرم. هیچی ندارم. من قشنگ یادم دوستان بهمون شاه کلید داده بود. این چیه آخه؟ این مسیل همه بقانه هر خبرهایی دست که تاجرهای جده بشم محفولش شربانه. به آقا الان که اون زیاد به دردم نمیخوره جمع میکنیم میذاریم واسه آخر ویدیو که 2-3 دستی آخر ویدیو میرسه دوستان. آخر ویدیو که 2-3 دستی. بله واو آقا وسط خط زدن بودیم و حریف یه کارت حیاتی خط زد. میتونیم جاش چی بیاریم؟ یه سیور بیاریم. ساسان تک خروبات. میتونیم از امکتی استفاده کنیم به خاطر اینکه نتونیم کاری کنه. چیکار کنیم؟ قباد رو که اصلا فکرش هم نکنید. اما میذارم با زامبی دیگه ببینیم چه میشود. خواهیم پیچه جلو پلیس رو دزدی کردن. داداش خیلی کار اشتباهی کردی. دکتر انتخاب کردی. برادر قبل بازی چی کار کردی؟ معلوم نیست. ایوان داداش من از اون استفاده نمی کنم راستیتش باید بگفتم بهت. من دنبال اینم که زامبولیمو زنده کنم. صرفا اونو بردم که جون نساره کرد باشه.
پولش چقدر؟ 526 بذار از عمه استفاده میکنم. یس زد. واو داداش چیکار میکنی؟ احمد چیزی هست ولی احمد نیستش، چون من دقیقا میخواستم همون کار کنم. 300 تا دمیج یه دفعه زدم. یا ابوالفضل ایول، حریفم پاشد اومد لاچاک زامبولیو بس گفتش سیگما بوی. اوه داداش خیلی کار بدی کردی. اصلا از کارت خوشم نیامد. عمه بزنش، نمیزنه که هیچ هیلم میده. ایول، از عمه خیلی خوشم میاد، نمیزنه که هیچ هیلم میده. ایول خیلی هم نمیتونستش یه دست واسه جوجوش کم شد. 345 شد. آقا الان میتونه تحمل کنه دیگه، عمه میتونه تحمل کنه. میایم اجرم کتش رو سیو میده دوباره. خب دیگه نمیتونیم هیچ کاری کنیم. 345 خب برنده شدیم. خوب بود آقا. آقا کارت هم خوبن. ایشالله که ما امروز چیزو میگیریم و بعدش سگ عمه و زامبولی در میاریم. سگشو در میاریم آقا. شعار ما این است کاراکتر جدید میگیری باید سگشو در بیاری. بله بیان آقا صندوق دیگه بزنیم، ولی نمیخوام ویدیو زیاد طولانی شه. خودم میرم میزنم. سلام مجدد دوستان. الان نزدیک 5-6 دست رفتم بازی کردم و حریفا خیلی قوی بودن و من نتونستم این 3 کیلو بگیرم، 3 برنده شدن رو بگیرم. واقعا عذرخواهی میکنم. انشالله ویدیوهای بعدی میتونیم بگیریمش. اولی صندوق به این که اون موقع بهمون عمه چکی داد. اون موقع از این صندوق ها بود. نه فکر کنم صندوقچه آهنی بود. آره دیگه صندوقچه آهنی بود. خداوندا داده دیگه. زامبولی عمه چکی میده، زامبولی نمیده. منطقه 7 حاجی من چند بار باختم. قبرستون کردم رفتم پاریس جایی. او زامبولی سکوت بهترین حرف هست. دیگه من میخوام فوش خوار و مادر رو بکشم رو بازی، ولی ترس از گولی دارم. ببینم چیه داری. یه مش سوسوشر به تمام عیال. ببین الان من چنگیز کارت مورد علاقمه، اولتشو فقط داد. بعد عمه خوب داد. خدای توانه یک و آخرشو داد. خدا خواستیم سر بازی خور بزنیم، ولی خب حاجی
الان من فقط واسه لول 3 کردن من نیاز به یه دونه کارت دارم. باورتون نمیشه. چهار هزار تازه یادم 1000 تازه بدین یا ندین میدیم آقا میدیم خوب 107 شد. یه دونه اضافه میکنه کلن همش یه دونه اضافه میکنه. عجب عمکتی خیلی خوبه عمکتی ولی واقعا دوست دارم. کارت خفنی خیلی خفنی بگو کن رخصتش رو تانکیو بری دیدیز شاپ اولی لول ضعیف ترین کارتم لول 14 جمعش 14 قوی ترین 27. آقا به پایان این ویدیو میرسیم. امیدوارم از ویدیو لذت کافی برده باشید. لطفا برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و ساب کنید. خداحافظ.